سلام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما خیلی مهم است. ایدی کثیر از مریضا را میبینم که شکایت از تمام اعضای جهاز هاضمه دارند. حلقشان تلخ، گاهی اوقات علائم دلشوره و دلجوشی و برگشت تیزاب و مواد غذایی به میری و دهن، بعد از خوردن دمش، پوندیدن، آروغ زدن، سوی هاضمه و گاهی اوقات آروغ‌های تند و ترش و بدبو هم موجود می باشه. غر و غور شکم دارن، سوی جذب داره که بالاخره دوامی وضعیت سبب کمبود و باختن وزنشان شده. گاهی قبض هستن، گاهی اسهال هستن و در تخلیه مواد غایطه هم تکلیف داره، زور میزنه، درست تخلیه نمیشه و بعد از تخلیه هم احساس میکنه که قسمت از مواد غایطه در داخل رکتم یا قسمت تحتانی روده باقی مانده. همزمان با این شکایات تشوشات روحی و روانی چون قهر، غصه، تشویش، اضطراب، وسواس، بیخوابی و اینا موجود است. متاسفانه اینا افراد هستند که تاریخچه طولانی استفاده از آنتی بیوتیک دارند. وقتی به عمق تاریخچه میریم، مریض شکایت میکنه که دکتر صاحب ما اچ پایلوری مثبت داریم و بنابر او آنتی بیوتیک میخوریم. بی خبر از این که مثبت بودن و مریض بودن خیلی فرق داره. روی همین بنبست که بعد از استفاده آنتی بیوتیک به وجود آمده، بحث امروز همراهتان ادامه میدم. خب، قسمی که قبلا یادآور شدیم، در اینا مزه دهنشان تلخ است. اورال کاویتی یا جوف دهن ما در این نوع افراد مخصوص میگن ما حلق تلخ داریم، هیچ مزه دهن ما خوب نیست و اکثر اوقات شاهد برگشت تیزاب هستیم. در اسافگس یا میری علائمی که اکثرا موجود است، علائم مشابه به گسترو اسافگل ریفلکس دیزیز یا برگشت تیزاب، برگشت مواد غذایی و خلاصه در صورت واز بودن دهن میری، برگشت این موادها سبب بدبویی دهن یا هالیتوسیس هم میگردد. خوب، علائم مشابه به گسترواسوفیگال ریفلکس دیزیز یا دلشوره و دلجوشی و برگشت مواد از معده، همزمان اینا بعد از خوردن نان احساس دمش و پوندیدن دارن، آروغ میزنن، باد یا گاز در داخل معده زیاد میشه، بلرپینگ، غر و غور در معده گاهی اوقات ایجاد میشه، بلوتینگز، غذا روی معده استاد میشه و مریض هم شکایت میکنه که بعد از خوردن نان احساس دمش، پوندیدن پیدا میشه. علائم مشابه به گستروپرسیس یا گستروپرسیس تکلیفی که در آن عضلات معده به درستی به خاطر هضم خوب حرکت نمیکنه و با این همه مریض علائم در اعما یا در روده هم داره. باد بیشتر اوقات شکایت از گاز معده یا از باد شکم داره که این وضعیت متاسفانه دوامش بیشتر مریض منزوی ساخته در جامعه ما. یعنی اکثر اوقات شب جای نمیره، وقت میره هم بیشتر فوکس روی تشناب داره که کجا هست تا اونجا بالاخره در وقت ضرورت زودتر رفع تکلیف بکنه. بعد از خوردن اوقات گاهشا بعضی هایشان زود میرن برای تخلیه مواد غایطه، sudden evacuation، غر و غور شکم و قبض و اسهال و بعضی هایشان میره تشناب، زور میزنه، دقایق طولانی اونجا می باشن ولی تخلیه نمیشن. obstructed defecation syndrome یا ODS داره. IBS irritable bowel syndrome، علائم مشابه به IBS دارن، غر و غور شکم، اسهالات طولانی یا قبضهای طولانی یا مشترکن گاهی قبض گاهی اسهال. دوام این وضعیت در مقعد هم علائم را به وجود میاره، چون علائم انال فشر، زور زدن ها سبب تخریب و آسیب به مقعد و اسفنکتر مقعد میگرده و اکثر اوقات painful defecation یا تخلیه دردناک مریض به عذاب میسازه که در اینجا اکثریت اوقات جراحی های ناخواسته هم صورت میگیره که گویا مریض بواسیر است و باید عملیات شود که هرگز چنین نیست. این همه شکایت ها
در موجودیت تشوشات روحی و روانی بیشتر در مریضا قابل دید است. دیپرشن یا قهر، غصه، تشویش، اضطراب، وسواس، خفه بودن، اینا علائم دیپرشن، ترس و بیم و خصوصا اکثرا ترس هایی که ابجکت معلوم نیست، میترسیم اما معلوم نیست از چی میترسیم. بعض اوقات ترسیدن از مرگ و مرده را میبینیم میترسیم. یک مریض در وضعیت خراب میبینیم بیشتر او را به خود تلقین میکنیم که گویا امیر هم یک وضعیت مام دارم یا مام به مت یک وضعیت مبتلا میشم. همه از اینا تشوشات روحی و روانی است که فعالیت های نرمال مغز مختل ساخته. خب چی ربط به آنتیبیوتیک داره؟ ببینین، آنتی بیوتیکس یا دوای ضد میکروب، ادویجاتی که به خاطر از بین بردن باکتریاها استفاده میشه. وقتی تاریخچه از مریض میگیریم، از دهن گرفته از بدبویی و حلق تلخ دهن الا علائم در مقعد، جمع تشوشات روحی و روانی. وقتی میریم با تداوم بحث همراه مریض تثبیت میشه که اینا بر مدت‌های طولانی، سالهای سال، به اصطلاح عام همون نسخه پر آنتیبیوتیک خوردن. خب وقتی پرسان میکنیم که چرا، میگن که با اچ پایلوری مثبت داشتیم. اچ پایلوری یا هلیکوباکتر پایلوری میکروب است که بیشتر سبب عفونت معده یا گاسترایتس میگرده. خب در اینجا نکته خیلی مهمی است. همه ما حق داریم که بدانیم بین مثبت بودن اچ پایلوری و مریض بودن از ناحیه اچ پایلوری خیلی فرق است. ببینین، اگر اچ پایلوری در یک ورق مثبت است و ما هیچ علائمی در معده نداریم، یعنی هضم درست داریم، بیشتر علائم در روده است، گاز است، باد شکم و قبض و اسهال و غرغور و عدم تخلیه است که بیشتر در بعض مریضا سبب کمبود وزن شده، در بعض ها دیپرشن و انگزایتی سبب ازدیاد وزن شده، اما علائم در معده موجود نیست و اچ پایلوری مثبت است. این مثبت بودن یک دلیل شد برای خوردن آنتیبیوتیک. خب وقتی بار آنتیبیوتیک استفاده کردیم، چی بلایی به جهاز هاضمه میاد و چطور میتونه همه از این مشکلات را که قبلا ذکر کردم به وجود بیاید. ببینین، ما در چندین قسمت بدن میکروب های نرمال داریم. نرمال باکتریا، نرمال میکروبز بگوییم، میکروب های نرمال که قارچ و در بعض اوقات ویروس های نرمال هم موجود است. این میکروب های نرمال در دهن موجود است، در اورال کاویتی، در پوست یا سکن موجود است. اگر ما پوست یا جلد خود تحت میکروسکوپ ببینیم، خیلی میکروب ها، میلیون ها و میلیاردها میکروب شاید شاهد باشیم. و جای خیلی مهمه که میکروب اونجا فعالیت نرمال داره، او عبارت از جهاز هاضمه، خصوصا امعای بزرگ و کوچک ماست. ساینس امروز باور داره که میکروبیوتم یا میکروب های نرمال در جهاز هاضمه جزء ارگان های بدن است، یعنی به حیث یک ارگان برای ساینس این میکروب های نرمال ارزش داره. یکی از وظایف اساسی این میکروب ها تولید خوشی برای مغز است. چگونه؟ یک ماده را به نام سراتونین تولید میکنه. سراتونین یک نیوروترانسمیتر است. نیوروترانسمیتر یعنی چی؟ موادی که تولید میشه در یک جا و فعالیت میکنه در جای دیگه. مثلا توسط میکروب های نرمال در روده تولید میشه، میره سبب خوشی مغز میگرده. این نیوروترانسمیتر تقریبا 90 الی 95% در جهاز هاضمه ما توسط میکروب های نرمال ساخته میشه. زمانی که ما آنتیبیوتیک میخوریم برای مدت‌های طولانی به جرم اچ پایلوری، نه برای تکلیف اچ پایلوری، متاسفانه این آنتیبیوتیک ها سبب کشتن و تقلیل در کیفیت میکروب های نرمال میگرده. زمانی که میکروب نرمال کم شد،
در تعداد میکروب های نورمال که از جمله وظایف خیلی اساسیش یکی تولید ماده خوشی یا سراتونین است. سراتونین تولید نشد، مغز هم خوش نشد، یا بیشتر علائم قهر، غصه، تشویش، اضطراب، اکثر اوقات با قهر و غصه لرزیدن و بلند رفتن ضربان قلب و خشکی دهن، یعنی این علائم بیشتر شدت پیدا میکنه. وقتی معاینات انجام میتیم ممکن اچ پایلوری در مواد غایطه مثبت است، بی خبر از این که بیشتر از 51% الا بیشتر از این هم باشنده های تمام جهان نه کشور ما اچ پایلوری مثبت داره، درست؟ اما تنها 2% از اینا قابل معالجه است یا باید معالجه شود. اینا کیها هستن؟ این 2% کسایی هستن که گاسترایتس داره، گاسترایتس یا التهاب معده داره. این گاسترایتس یا اکیوت حادث که تب و استفراغ و لرزه و گاهی اوقات خونریزی ها در استفراغ دیده میشه، خون در استفراغ، و اگر مزمن یا کرونیک بود در او صورت یکی از علامه خوب کرونیک گاسترایتس پرزنتیشن ملنا یا مواد غایطی سیارنگ است، درست؟ اگر اینا موجود بود در او صورت میتونیم از دواهای آنتی بیوتیک بر مدت کوتاه، یعنی 7 روز قرار آخرین ضوابط 7 روز باید بر اچ پایلوری معالجه صورت بگیرن، نه که سالهای سال آنتی بیوتیک بخوریم ای که اچ پایلوری مثبت است. متاسفانه این افراد تا جایی که من تعقیب کردم بیشتر در ورق دیدن که اچ پایلوری مثبت است و هیچ متوجه وجود نیستن، در وجود خود علامات ندارن. مبتلا به افسردگی است، از اچ پایلوری میترسن، حتما شنیدن که موجودیت این میکروب سبب سرطان میگرده، سبب از بین رفتن زندگی میگرده. در اینجا از قبل تکلیف روانی و روحی و ترس و بیم داره، ورق میبینه که مثبت است و از طرف دکتر و لابراتوار هم ابلاغ میشه که آقا اچ پایلوری مثبت است و اینا بالاخره از ترس و بیم شروع میکنه به دوام معالجه. این معالجه آنتی بیوتیک است. آنتی بیوتیک سبب کشتن و از بین رفتن میکروب های نرمال بدن میگرده و زمانی که میکروب ها کم شد از جهاز هاضمه سیگنال های خوشی به مغز نمیره، مغز هم در مقابل جهاز هاضمه را کنترل نمیکنه. هم در میری علائم است، چون دهن میری را مغز کنترل نمیکنه، تیزاب بالا میشه. هم در معده علائم است، هضم و جذب هضم معده را و ترشحات معده توسط اینس کنترل نمیشه، علائم به وجود میاد. همه از اینا متاسفانه ریشه در خوردن آنتی بیوتیک دارن، در صورتی که تمام ضوابط تحقیق شده در مریض نرمال باشه. مختصر میایم به معالجه. علاج وضعیت خیلی آسان است. اگر علائم دارین ما به تکلیف دسبایوسیس یا کمبود میکروب های نرمال مبتلا شدیم، چگونه این میکروب ها را اضافه تر بسازیم؟ در معالجه ببینین وقایه بهترین گزینه بر معالجه است. اول باید استفاده به مورد آنتی بیوتیک توقف بدیم، از معالجه اچ پایلوری خیالی هم بگذاریم. مثبت بودن هیچ وقت مریض بودن نیست. و موضوع خیلی مهم، اصل دیاگنوسیس، تشخیص حقیقی در وجود بپالیم و او را به میز معالجه ببریم. و چیزی که بیشتر در خانوادی خود میتونیم به خاطر حل معضله دسبایوسیس استفاده بکنیم، یوگرت یا ماست. ببینین وقتی ماست میگیریم یک قسمت کمش در قسمت زیاد شیر مندازیم، بعد از ساعتها میبینیم که لخته شده و شیر به ماست تبدیل شد. همه از اینا حکمت میکروب های نرمال در ماست است. اگر مدت های طولانی از آنتی بیوتیک استفاده شده میتونیم ماست بخوریم، اما چی وقت؟ بعد از خوردن نان، بعد از خوردن غذا. چرا؟ تیزابی که در معده موجود است تیزاب خیلی مخرش است و میکروب های نرمال در ماست هم خیلی نازک. وقتی به شکم خالی میخوریم این میکروب ها توسط تیزاب HCl از بین میره، برای ما و شما کدام فایده نداره. پس بهتر از بعد از خوردن غذا از ماست استفاده بکنیم. یک چیز را خیار شور میگه، صحیح؟ بادرنگای کوچک که در سرکه بیشتر پخته شده، اینا منبع خوب پروبایوتیک و پریبایوتیکس است. اگر دلجوشی نداریم و سرکه موجودش تحمل کرده میتونیم از این هم برای رفع از این وضعیت استفاده بکنیم. چگونه مغز خود بدون استفاده از دوا و ادویجات از این انحصار آنتی بیوتیک بکشیم؟ راه خوب اکسرسایز یا ورزش است. چگونه ورزش میتونه این وضعیت مهار کنه؟ ببینین مثلا دویدن، رنینگ، سبب
حرکات فیزیکی روده میگرده. حرکات فیزیکی روده اگر صورت بگیره ODS یا عدم تخلیه بدون معالجه و بدون مراجعه به دکتر از بین میره. در اکسرسایز یک ماده دیگه به نام اندورفین تولید میشه. اندورفین هم سبب خوشی مغز میگرده. پس اگر دویدن ما ماده اندورفین تولید میکنه و در نتیجه مغز خوش میشه، بهترین مبارزه با افسردگی و قهر و غصه است. اگر باد و غرغور شکم داریم و کتش کانستیپیشن یا قبضیت موجود است، در اون صورت میتونیم از آب استفاده کنیم. کانستیپیشن موجود است، از آب باید استفاده کنیم. مواد غایطی خشک آب تر میسازه و بیرون مبرایه. به هر حال اگر علائم از مقعد تا دهن یا برعکس از دهن تا مقعد موجود است، کتش، قهر و غصه، تشویش، اضطراب هم داریم و بعض سهلنگاری ها را در زندگی چون عدم موجودیت ورزش، نخوردن آب کافی، ندیدن شعاع آفتاب، هم از اینا اختلال در کنترل فعالیت های روده و مغز به وجود میاره. مغز ما با جهاز هاضمه خصوصا روده یک رابطه دو جانبه داره، یعنی سروتونین باید در اینجا تولید شوه، این سروتونین بره به طرف مغز، در اینجا مود سوینگ یا خوشی را به وجود بیاره. مغز هم در مقابل تمام حرکات و سکنات روده را کنترل میکنه. در موجودیت تشویش، اضطراب، قهر و غصه، تمام فشار روی مغز است، مغز روده را کنترل نمیکنه. در اینجا هم مریض انبار از آنتی بیوتیک استفاده کرده، سروتونین تولید نمیشه و این سروتونین سیگنال خوشی را هم به مغز نمیرسانه. مغز هم در مقابل جهاز هاضمه را کنترل نمیکنه. اگر با چنین وضعیت روبرو هستیم، لطفاً از دواهای آنتی بیوتیک استفاده نکنین. ممنون.